سلام بچه‌ها، توی این ویدیو قرار سوال عجیبی که نصف شبی ساعت 12 میخوایم بخوابیم که میاد سراغمون رو با هم بررسی کنیم. پس لایک و ساب فراموش نشه. برو بریم. اولین سوال نصف شبی که تو رخت خواب خوابیدی یهو میزنه به مغزه که چرا پیتزا رو با دوغ نمیخورن؟ چون که جدا از شوخی کی گفته که نمیشه خوردش؟ قبلا ها میگفتن کت و شلوار رو با کتونی نمیشد سک کرد، عیب و فلان و زشت و حالا مد شده. ببینی بعضیا دوغ رو دوست دارن با پیتزا بخورن، بعضیا با نوشابه. دوغ یا نوشابه؟ نوشابه. دوغ یا نوشابه؟ دوغ یا نوشابه؟ بعضیا با دلستر و بعضیا هم مونده به اون شخص که با چی قراره پیتزا رو بخوره. آدما تقریبا بعضی از چیزا براش ممکنه. دقت کنی گفتم تقریبا بعضی از چیزا، یعنی بعضی از چیزا هستن که غیر ممکنه. بریم سراغ دومی. چرا وقتی میخوایم مسواک بزنیم نمیتونم توجه کردیم به این که چرا رنگ‌های مختلف خمیر دندون با هم قاطی نمیشن؟ یعنی اون 4 رنگ اصلی که داخل اون خمیر دندون هستش چرا قاطی نمیشن؟ بچه تو کامنت ها جواب اینو بگی.